بسم الله الرحمن الرحیم. در دو صورت ممکنه تو جامعه اختلاف و آشوب پیش بیاد. یکی وقتی که دو تا گروه باطل به جون هم میفتن، یه وقتی که یه گروه باطل به جون گروه حق میفته. اگر برای همه مردم مشخص باشه که اینها باطلن هر دو، یا یکی حتما باطله یا حق، که اصلا فتنه‌ای پیش نمیاد. مشکل اونجاست که فتنه، آشوب، درگیری در جامعه بین دو گروه، دو تفکر درست میشه. قطعا هم یکی باطله یکی حقه، چون اصلا دو تا حق با هم درگیر نمیشن. اما یه جوری گروه باطل حرکت خودشو پیش میبره که اکثریت مردم نمیتونن تشخیص بدن در این معرکه کدوم ور حقه کدوم ور باطل. به همچین صحنه‌ای میگن فتنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت اول نهج البلاغه میخوان به ما یاد بدن اگر در جامعتون بین حق و باطل فتنه شد، یعنی شما به صورت اجمالی میدونستین قطعا یکی دروغ میگه یکی راست میگه، یکی حق یکی باطل، اما فضا گرد و غبار بود، غبارآلود بود، نتونستید باطل رو تشخیص بدید، باید چی کار بکنید؟ خب سه تا احتمال ممکنه باشه. اینکه انسان کلا از صحنه بکشه کنار، بگه از ترس اینکه کمک به باطل نکردم میرم بیرون. دو اینکه بالاخره به بعضی اعتماد کنه و خودشو بندازه به مهلکه و بعدم ببینه که اشتباهی به جای اینکه به حق کمک کنه علیه حق کار کرد. راه سوم چیه؟ راه سوم اون نیست که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میخواد به ما یاد بده. میگه اولا در داستان تشخیص حق و باطل تقوا و بصیرت بسیار نورافکن روشن و خوب و مؤثری است. اگر دیدی در فتنه های بین حق و باطل نمیتونی حق و تشخیص بدی، قطعا در تقوا و بصیرتت مشکل داری. اینو باید جلو درست میکردی. حالا وارد این صحنه شدی، چجوری رفتار بکنی؟ در عین حالی که باید محکم پشت جبهه حق باشی، باید یه جوری رفتار بکنی، موضع گیری بکنی که باطل از تو سوء استفاده نکنه. لذا می‌فرماید در فتنه ها مانند بچه شتر نر 2 ساله‌ای باش که نه کمر محکمی دارد که از او سواری بگیرن و نه سینه‌ای دارد که از او شیر بدوشن. در یه همچین موقعیتی مهمترین چیزی رو که باید مراقبت کرد شبهه است. در خطبه 50 نهج البلاغه و خطبه 31 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که اصلا فتنه با شبهه شروع میشه و شبهه رو برای این بهش گفتن شبهه که تشخیص داده نمیشه بالاخره حق یا باطل، خیلی شبیه حقه. یه سری نفس‌های ورم کرده بدعت میذارن، یه سری نفس‌های ورم کرده هوای نفسشون میخوان غالب کنن، اما میخوان در جلوه دین و عدالت و مردم سالاری و امثال این جامعه رو فریب بدن. تو همچین شرایطی مراقب شاخص‌ها باش، پشت حق باش، مواظب باش از صحنه خارج نشی، اما درون صحنه جوری باید رفتار بکنی که سر سوزنی به نفع جبهه باطل از تو نشه استفاده کرد. این فهم اصلی و اولیه حکمت نخست نهج البلاغه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.